میخائیل سرگیویچ گورباچوف آخرین دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیستی اتحاد شوروی و پرزیدنت اولین و آخرین SSSR شام 30 آگوست سال 2022 در سن 92 از عالم چشم پوشید. شام امروز بعد بیماری سنگین و طولانی میخائیل سرگیویچ گورباچوف وفات کرد. خبر داد بیمارخانه مرکزی کلینیکی. بنا به اطلاع خبرگزاری تاس، میخائیل گورباچوف هنوز در اولهای پاندمی کرونا ویروس در این بیمارستان واقع در شهر مسکو بستری کرده شده از همان وقت تحت نظارت طبیبان قرار داشت. تلگرام کانال مش با تکیه به منابع خودش خبر داد که گورباچوف چند پیش از مرگش به خاطر گمادیالیز به این بیمارستان مراجعت کرده بود. بنا به اطلاع این نشریه، رهبر سابق اتحاد شوروی را بیماری گرده‌هایش اذیت می‌داد. یک نفر نزدیک به دایره گورباچوف به تاس خبر داد که او را در آرامگاه نوادیویچ در مقبره اویلویشان در پهلوی همسرش رئیس گورباچوف به خاک می سپارند. رئیس گورباچوف هنوز سال 1999 در سن همگی 67 وفات کرده بود. میخائیل گورباچوف از ماه مارس سال 1985 تا آگوست سال 1991 دبیر کل KPSS حزب حاکم در اتحاد شوروی بود. او همزمان سالهای 1990 1991 پرزیدنت اتحاد شوروی بود. گورباچوف بعد کوشش تبادلات گکچپ در ماه آگوست سال 1991 از KPSS و 25 دکبر سال 1991 از مقام پرزیدنت SSSR نیز استعفا داد. یک روز بعد استعفای او SSSR همچون دولت از بین رفت و به 15 کشورهای علاهده تقسیم شد. سال 1990 گورباچوف برای سهمش در آوردن آزادی‌های دموکراتی به کشورهای سابق کمونیستی با جایزه صلح نوبل سرفراز گردانیده شد، ولی با گذشت 30 سال از فروپاشی اتحاد شوروی و لاگر کشورهای کمونیستی نظرها به میراث گورباچوف در جامعه گوناگون باقی میمانند. گروه او را برای نسیم آزادی‌های دموکراتی در کشورهای سابق کمونیستی و از بین بردن رژیم‌های خودکامه در SSSR و کشورهای متحدش توصیف میکنند، اما گروه دیگر تا حال او را برای خراب کردن اتحاد شوروی و به ورطه جنگ‌ها و بحران‌ها افکندن اهالیش به باد انتقاد میکشند.